در آغازین روز سال آموزشی 1401 خورشیدی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم باز هم برای دانش آموزان مسدود ماند. بر بنیاد اعلام وزارت معارف قرار بود امروز تمامی مکتب‌های ولایت‌های سرسیر برای دانش آموزان دختر و پسر بازگشایی شوند، اما دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به صنف‌ها را نیافتند. وزارت معارف میگوید که دختران مکتب‌های لیسه تا اطلاع بعدی اجازه رفتن به مکتب‌ها را ندارند. توبا ولیزاده گزارش میده. نخستین ساعت صبح روز چهارشنبه است و دانش آموزان به امید آغاز آموزش‌هایشان به مکتب‌ها می روند. اما اندک بعد روشن می شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را پیدا نمی کنند. مکتب که آمدم زیاد خوش بودم، اما مامانه زیاد گریان داشت. ما زیاد خفه شدم، گفتم بچم چرا گریان داره. وقتی که خبر شدیم کل شاگردا گریان کردن و زیاد ناامید شدیم. من صنف 6 هستم، اجازه دارم مکتب برم، اما دخترایی که صنف 12 سالانه را اجازه نمیتن به داخل مکتب برن. دوری د میاشتې په درېیمه نیټه به د افغانستان بر بنیاد این اعلام وزارت معارف افزون بر کابل در ولایت‌های دیگر سرتاسر کشور امروز ساعات دانش آموزان به مکتب‌ها رفتند، اما با سرنوشت مشابه دانش آموزان کابل روبرو شدند. تمام حجاب مراعات کردیم. ای که جامعه اسلامی یعنی امارات اسلامی که گفتن این نمیدانیم که درباره کدام حجاب صحبت میکنن. اگر اونا ادعا میکنن که امارات اسلامی هستن یا کشور یا حکومت اسلامی هستن، باید به گفته های پیغمبر اسلام عمل بکنن. قسم که اونا گفتن که مرد و زن هر دوشان حق دارن که تعلیم بکنن، یعنی بالا هر دوشان فرض است. هرچند وزارت معارف گفته است که رفتن دختران به مکتب‌های لیسه در اطلاع بعدی این وزارت اعلام خواهد شد، اما روشن نساختند که دانش آموزان دختر مکتب‌های لیسه چه زمان اجازه رفتن به مکتب‌ها را در می‌یابند. گزارش از وحید حسن بود و حال هم وزارت معارف در سال تازه آموزشی میگوید که تا اطلاع بعدی در مکتب‌های لیسه بر روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود خواهند ماند. مسئولان وزارت معارف در مراسم آغاز سال تعلیمی 1401 خورشیدی هر چند روز آغاز مکتب‌ها را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مشخص نمی‌سازند، اما می‌افزایند که پسران می‌توانند به گونه عادی به آموزش‌هایشان ادامه بدهند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. زنگی که همه ساله برای آغاز سال آموزشی نواخته می‌شد، اما امسال برخلاف سالهای دیگر به صدا در نیامد. مراسم بازگشایی مکتب‌ها امسال همانند سالهای دیگر در لیسه امونی کابل برگزار شد. هرچند برخی از مقام‌های امارت اسلامی در این مراسم شرکت کرده بودند، اما درباره رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها لب بر سخن نمی‌گشایند. همه خوبی علمه او حسن علمه و عظمت علمه و کمال علمه همه وجدانان درک میکنه و قبول میکنه. د زینو شیانو پر رابطه باندې زده کړه هغه د واجب په درجه کې ده. د زینو شیانو پر رابطه باندې زده کړه هغه د اباحت او د مستحب په درجه کې ده، او ځینې زده کړې به داسې همي کوم چې هغه مکروه او یا د حرمت په مرتبه کې دي. با این حال مسئولان وزارت معارف از آموزگاران و دانش آموزان می‌خواهند که پس از این پوشیدن یونیفرم را که با معیارهای اسلامی برابر باشد در تمامی نهادهای آموزشی رعایت کنند، اما تا کنون کدام یونیفرم معرفی نشده است. وزارت معارف یک بار دیگر برای ملت عزیز ما اطمینان می‌دهد که به تامین حقوق تعلیمی و تربیتی تمام هموطنان کاملا متحد است. همزمان با این در گوشه دیگر پایتخت ریاست معارف کابل نیز از بهر آغاز سال جدید آموزشی مراسم را برگزار کرد. استاد باید دا مکلف د سید ما خپل مسئولیت به خاطر باندې څومره سیده کوشش کوي سي او باید د خپل شاګردانو په خاطر باندې هغه پوهه د شاګردانو ته ورسوي. هرچند در سال آموزشی 1401 تمامی دانش آموزان پسر و دختر زیر صنف ششم توانستند به مکتب‌ها بروند، اما نرفتن دختران لیسه به مکتب‌ها با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. در همین حال دانش آموزانی که امروز از مکتب برگشتانده شده‌اند از امارت اسلامی می‌خواهند که درب مکتب‌ها را برایشان نبندند. برخی از این دانش آموزان می‌گویند که با هزاران امید امروز به مکتب‌ها رفتند، اما پیش از رفتن به صنف‌هایشان دوباره به خانه برگشتند. امروز خیلی جگر خود
اشک‌هایی که از بحر آغاز نشدن مکتب‌ها می‌ریزد. چیزی گفتن نمیتونم. دانش آموزانی که برای آموزش آمده بودند اما اجازه رفتن به مکتب برایشان داده نمی شود. قلبم خون گریه میکنه. تا چی وقت؟ او سال 3 سال است ما درش خندیدیم میکنیم. 186 روز شد ما مکتب نرفتیم. آرزوهای ما را اینا با خاک یکسان کرده. یعنی ما هم دختر هستیم، آرزو داریم که بخوایم دکتر شویم یا انجینیر، اما اینا هیچ نمیخواین که ما کم درس بخوانیم. خواست ما این از امارت اسلامی است که هر چیز زودتر درباره مکاتب‌ها تصمیم گرفته شود و تا ما درس‌های ما پس نمانیم و در مکتب ما درس‌های ما ضایع نشه. صفیه دانش آموز دیگری که ناامید به خانه برمیگردد میگوید که مادرش از بهر پیدا کردن لقمه‌نان در خانه‌های مردم کار میکند با امید اینکه او بتواند به مکتب برود و آموزش ببیند. 8 ماه منتظر بودیم که مکتبای ما شروع شه. با شور و شوق رفتیم، اما ما را گفتن که شما رخصت هستین دیگه، منتظر باشین که چی وقت میشه. اینا معلوم نیست که ما چی وقت منتظر باشیم که پس مکتبای ما شروع شه. ما را بسیار ناامید ساختن. آرزوی ما است که اولادکایم بدون بی‌سواد نمانه، با درس ادامه بده. ما حجاب میکنیم، استادای ما تمام زن هستند، صنفای ما همراه بچه‌ها یک جای نیستن و از امارت اسلامی خواهش داریم که بر ما حق تحصیل بده. بر بنیاد اعلام وزارت معارف قرار بود که بر روز چهارشنبه تمامی مکتب‌ها برای دانش آموزان دختر و پسر بازگشایی شوند، اما به گفته وزارت معارف باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف هفتم تا امر ثانی متوقف است. اجازه نیافتن دانش آموزان دختر صنف ششم الی 12 به مکتب‌ها واکنش‌های مردم و مقام‌های پیشین حکومتی را برانگیخته است. حامد کرزی، عبدالله و شمار دیگر از سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین کشور تصمیم وزارت معارف از بهر اجازه نیافتن دختران در مکتب‌های لیسه انتقاد میکنند و می‌افزایند که حکومت کنونی باید به تمامی دانش آموزان زمینه رفتن به مکتب‌ها را فراهم بسازد. برخلاف انتظارها، اجازه نیافتن دختران لیسه با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. برخی از آموزگاران و باشندگان کابل این تصمیم وزارت معارف را رفتار دوگانه در برابر دانش آموزان می‌دانند و می‌گویند که این کار پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. بدبختانه په دې امارت کې یوازینی ظلم، یوازینی تهدید، یوازینی خطر ښځو ته او جنکیانو ته دی. ښځو ته او جنکیانو ته او د طبقې اناس ته دی چې دا موږ څونه وزغمو. لور په پوهنتون کې ژاړي، موږ په کور کې ژاړو. لور په مکتب کې ژاړي، موږ په کور کې ژاړو. څنګه وکړو؟ موږ خو دا غواړو چې موږ اولادونه مکتبو ته پرېږدي، زامنو ته هم کارونه پیدا کړي، بیا وایي دی خارج ته ځي. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در پیام‌های گفتند که دسترسی به آموزش حق هر شهروند است و از امارت اسلامی خواستند که زمینه آموزش را به تمامی دانش آموزان فراهم بسازند. در حال است که وعده داده شده بود که اینا ماه حمل دخترها به مکتب میتونن برن. اگر ما به وعده خود وفا نمیکنیم گویا فریب میتیم و دروغ میگیم که در اسلام جواز نداره. آینده افغانستان در شرایطی که دخترها از تحصیل محروم شوند به معنای از اینکه یک نسل به تدریج از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی افغانستان دور ساخته میشه و محروم میشه. طالبان ورته باید غاړه کیدي او د تعلیم او تحصیل زمینه په آرامه ډول باندې جنکۍ او ښځو ته برابر کړي. زه فکر کوم دغه سیستماتیک تبعیض د ښځو سره دا به طالبانو لپاره او افغانستان لپاره بخنی. در این میان برخی از فعالان عرصه حقوق زن به این باورند که رهبران امارت اسلامی نباید آموزش و پرورش دختران را نادیده بگیرند.